روی پاهای این پسر چند تا برگ رشد کردن. حتی قیچی هم نمیتونه برگ ها رو بچینه. برای اینکه کسی متوجه برگ ها نشه، مادر پسر همیشه بهش جوراب های بلند میپوشونه. یه روز پسر میره خونه یکی از همکلاسیاش تا بازی کنه. پسر حتی کنار استخ هم جوراباشو در نمیاره. این دختر متوجه رفتار عجیب پسر میشه، اما در همین لحظه پسر اتفاقی میفته توی آب. دختر با عجله میپره توی آب، ولی به جای نجات پسر جوراباشو از پاش در میاره. دختر برگ های روی پای پسر رو میبینه. پسر که ترسیده ناخودآگاه با پاش به دختر ضربه میزنه، اما دختر چیزی نمیگه و میره. ولی چند روز بعد توی جنگل دختر جلوی پسر رو میگیره و کبودی روی بدنش رو بهش نشون میده، اما بعد به پسر میگه خودش مقصر بوده و تقصیر پسر نیست. از اون روز به بعد اونا بهترین دوستای همدیگه میشن. اما یه روز یکی از برگ‌های روی پای پسر میفته، ولی چیزی که هیچکس نمیدونه اینه که وقتی همه برگ‌های پاهای پسر بیفتن، اون از دنیا میره، چون